سلام و عرض ادب خدمت تمام بینندگانی که صدای منو میشنوید. معصوم زاده هستم از دامپزشکی زرغان. بعد از مدت‌ها که ما یک خودروی پیکان داشتیم در شهرستان زرغان، زحمت کشیده شده از طریق سازمان دامپزشکی یک خودرو به ما داده شده و اختصاص پیدا کرده. خودرو نیسان یکی از بهترین خودروها برای حمل و نقل و جابجایی وسایل، ابزار، ادوات، یخچال و خیلی ماشین کارایی کاربردی هست. ولی برای کارمندان دامپزشکی که در سال 1350 جیپ آهو داشتن و بعد از اون لندروور داشتن که در زمان خودش لندروور این رافور الان بوده و بعد از اون میتسوبیشی دو کابین داشتن و بعد از اون مازدا پیکاپ داشتن، اختصاص یک نیسان به یک شهرستان به نظر من جای سوال بزرگی برای تصمیم گیرندگان داره. درسته که ما دامپزشکی وظیفه داریم که خدمات صحرایی انجام بدیم، درسته که در دامداری ها باید بریم، ولی وظیفه حمل و نقل دامداری نداریم. نیروهای خدوم ما باید برن و خدمات انجام بدن. نیسان وسیله خوبی برای واکسیناتور، برای رئیس اداره وقتی میخواد بره در یک شورای اداری نیست. خودرو فراموش نکنیم در تمام دنیا جایگاه افراد، شأن افراد نه شخصیتشون به خودرو بستگی داره. کسی که سوار یک خودرو میشه نیسان در یک شورای اداری، که وقتی ما در شورای اداری میریم ماشین رونیز میاد، ماشین رافور میاد، ماشین پیکاپ میاد و رئیس اداره دامپزشکی چه گناهی کرده که باید نیسان بره؟ رانندگی با نیسان مهارت خودش رو میطلبه. بچه های ما راننده نیستن، بچه های ما نیروهای کارمند اداره هستن که وظیفه رانندگی رو هم انجام میدن. بچه های ما پراید دارن، چه میدونم این سمن دارن، پژو دارن، دنا دارن، رانا دارن. خب سوار این میشن. ماشینی که دست تو دست اندازی کلیه هاشون رو اذیت میکنه، میخواد بره خدمات بده. خدمات ما صحرایی است. اما این وسیله، اون کسی که در تهران نشسته، اگر در تهران آیا با این ماشین در یک شهرستان تهران برای بازدید قصابی میریم؟ ما در زرغان کارخانجات، مؤسسات بزرگ داریم، صدک، کشتارگاه فراهان، پگاه، لقمک، سفیر. من اگر برم به عنوان رئیس اداره، من رئیس اداره نیستم، ولی رئیس اداره‌ای که هر کسی میتونه باشه، آیا با این خودرو به عنوان یک بازرس میتواند جایگاه خودش رو حفظ کنه؟ آیا مورد تمسخر قرار نمیگیره؟ آیا دامدار ما به ما طعنه نمیزنه که دام تو برای من، دام منو ببر جایی یا بار منو ببر؟ ما میریم و نگاه کنید، ما میخوایم دو جا بریم، یک شهرستان، دو مأموریت. ملاحظه بفرمایید. خدا یار و نگهدار. سواش بچه سواش. این خودرویی که ما میخوایم سوار شد، آیا فکر افرادی که ما ممکنه قدشون بلند باشه شده؟ ماشینی که عقب نمیره. الان من اگر بخوام، ببینید پای من کجاست، ما رفتیم، ولی این رسمش نیست. حرمت امامزاده رو متولی نگه میداره. اون کسی که تصمیم گرفتی نیسان رو برای همکاران خدوم ما در نظر بگیری،
نشون میده که هیچگاه در هیچ شهرستانی خدمت نکرد. خدا حافظ. خسته نباشی بچه ها، خسته نباشی. شکریم. و این بود یه روز کاری ما، یه روز کاری که بچه های خدوم دامپزشکی از اون ور رفتن واکسنشون رو زدن و مورد طعنه برخی از دامداران هم قرار گرفتیم. اشکال نداره، کار ما در طویله هست، کار ما در مرغداری است، کار ما در دامداری است. سلمنا. ولی این همکاران من بسیار مستوجب مرحمتند، لطفند، چون دارم برای رضای خدا بهترین نحو خدمت رو به والله در تمام دولت همکاران دامپزشکی ما دارن انجام میدن. با 800 بیماری مشترک هر کدوم از این بچه ها تحمل دارن، هر کدوم از این بچه ها بیماری های مشترک زیادی گرفتن، با خودشون کک و کنه را در منزل خودشون میبرن، زن و بچه هاشون بوی دامداری رو تحمل میکنن. ای دوستی که در تهران نشستی، این دوستان رو فراموش نکن. خدا یار و نگهدار.